عضو وابسته اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان، دکتر علمی فیلولوژیا پروفسور مکرمه نبی ابن قاسمova را ما در اتاق کاری در پس کامپیوتر دریافتیم. معلوم شد که از پی تحقیق بعضی مسائل زبان آثار کلاسیکان مشغول است. ولی با وجود سرکاری برای صحبت راضی شد. رشته صحبت از دوران کودکی قهرمان ما آغاز یافت. البته دوره بسیار مشکل بود، برای اونکه رحمتی مادرم میگفتند که وقتی که به تو حامله‌دار بودم دوره زمانی قیمتی و قحطی بود. هر چیزی که مثلا من همچون چی میخواستم یافته نمیتونستیم و من چی بگم نارسیده تولد شدگی. اون وقت چله میگفتند. چله تولد شدگی از افتش که همین چله پیشتر اینقدر معنای خوب رو نمیداد. نمیگفتن که چله تولد شدگی، لیکن همین 7 ماه تولد شدگی. و میدونید بعد وقتی که من بعد پدرم رو وقتی که من 2.5 ساله بودم پدرم رو به دوشنبه به کار گرفتند. از اینجا خودی کوچمنچی برین دم گاه به کنیبادام میفرستادند، گاه باز به استالیناباد دعوت میکردند. همین خیلی کوچمنچی بودیم و میدونید غمگین از اون میشوم که سالی 1942 پدرم فوتیدند. این کس در صفی کشتن‌های شوروی فوتیدند، در هلاک نشدند، فوتیدند برای اونکه کسلی دل داشتند. همگی 35 ساله بودند و من 9 ساله. من از این هیچ از خاطرم نمیبراید. وقتی که پدر رو از دست دادم و میدیدم که دیگر رو پدر دارند و پدرشون اونها رو نوازش میکنند، من خیلی غمگین میشدم و همیشه در چشمم اشک پیدا میشد. این یکی از اون چی بگم میبخشید اون روزهای بسیار غم انگیز بود. لیکن ما 3 نفر موندیم. از پدر مادرم هم خیلی جوان بودن، 26 سال همگی 26 سال داشتند. خیلی همراهی باباهای و بیبی‌ها ما رو به وای رساندند. واقعا درباره پدر خیلی با مهر سخن میراند. پدرش روزنامه‌نگار نبی فخری یکی از فعالان زمانه با نوشته‌هایش شهرت پیدا کرده بود. این کس بسیار قلمی تیز داشتند. ژورنالیستی بودند که اون به بی‌عدالتی ها طاقت نمی کردند و مقاله هایشان اگر اون بیشتر ژورنال های گازیته ها روزنامه ها رو ورق زنید بسیار مقاله های تنقیدی بسیار دارند. و نگفته نماند که پدرم با صدرالدین عینی در سمرقند کار کردند در آواز تاجیک، در روزنامه آواز تاجیک. میگوید که از بابا و بیبیش تربیت خوب دیده است. برای تعلیم خوب گرفتن مکرمه آن وقت تا نورس سهم سزاوار گذاشتند. بابام خیلی یک مردی فاضل بودند، هرچند که سواد کذایی نداشتند، لیکن در تربیت ما به همون مجلس هایی که در مکتب ها میشد اون کس میرفتند. بعد من مادرم پس از 1 سال به مسکو گرفته رفتند برای خواندن در صنف 9 و اونجا من نیم سال خوانده برگشتم از اونجا، برای اونکه اون هوای خنک مسکو، بعد نبودنی دوگانه های و اون هم چی‌های هم به من تاثیری بد کرد. نمیدونم ماهی فوریه یا اول مارس از اونجا من گشت آمده و اون صنف 9 مکتبی رقم 10 شهر دوشنبه باز به خواندن آمدم. در اول پیشه دیگری را انتخاب کرده گمانی نداشت که زبانشناس می شود، ولی برای به این راه رفتن خدمت استادانش را نظر راست می شمارد. از خوجند کوچیده آمدیم به اینجا، مادرم رو به اینجا به کار گرفتند. ما به ما خانیم و
дарс медоданд, дарси забон ва адабиёт. خیلی معلمه با تجربه، خیلی با دانش و معلمه عاقله و فاضله بودند و همون کس به نظرم به دل من همون یک چیرو مهر و محبت نسبت به زبان و به ادبیات تلقین کردند. شاید اول من میخواستم متخصص ساحه متماتیک شدم در صنف 9. بعد وقتی که صنف 10 قریب تمام میکردم، بعد این چی پیدا شد، فیلولوگ شدن. چون به استادان ارج میگذاشت و آنها را حرمت میکرد، یادآور میشود که در جاده انتخاب کسب یک سخن استادش محمد جان شکوری نیز باعث شده است. انا همین یک گپی محمد جان شکور بود. وقتی که پرسیدند از ما همون چی در هنگام درس بعضا صحبت میکردند با ما و میپرسیدند که کنی ما در صنف ما 12 دختر بودیم. اون وقت مکتب های دخترانه و پسرانه بود و میپرسیدند تو کی میشوی؟ شما میگفتند شما چی اختصاص چی میکنید برای خودتان انتخاب میکنید؟ و یکی من گفتم که معلم من متماتیک میشوم. سون گفتن که نمک خورده به نمکدان آدم به اعتنایی نمی کند. همین گپشون شد، هم اون درس هایی که اون کس درس می دادن و معلمه مکتب 18 و ما خانیم و درس می دادن، از دفترش به من تاثیر کرد. دوره تحصیل در دانشگاه میکوشید تمام پهلوهای علم زبانشناسی را آموزد، خوب از خود کند تا تواند چون متخصصی ورزیده به وای رسد. این بود که از زحمت‌های زبانشناسی صاحب مکتب دادا جان تاجیف بهره برده است. اصلا من به سینتکس بسیار شوق و هوس داشتم، به مورفولوژی و مدیر کافدره ما داملا تاجیف، پروفسور تاجیف بودند و اون کس به من نه تنها به من به عالمان جوان و معلمان جوان همه ساحه‌های چه میدادند، هم صوتیات، فونتیکا، هم مورفولوژی، هم سینتکسیس، هم اسلوب شناسی، هم ساحه لکسیکولوژی، لغت شناسی. معلمه مکرمه نبیونا یکی از اولین شاگردان استاد شادروان صاحب مکتب پروفسور زنده‌یاد دادا جان تاجیف هستند و از مکتب استاد معلمه خیلی بهره برداشتند، خصوصا در مناسبت با تعلیم، در مناسبت با کارهای جمعیتی، در مناسبت با تحقیق مسئله های زبانشناسی. ما یک زمره زبانشناسان پروردگان دانشگاه ملی تاجیکستان شاگردان مکتب زنده‌یاد پروفسور دادا جان تاجیف هستیم. مکرمه نبیونا قاسمова یکی از شاگردان اولین استاد تاجیف بودند. بسیار مهربانانه مناسبت میکردند استاد با مکرمه نبیونا. حتی یک نام مخصوص مانده بودند و با همین نام همیشه یاد میکردند. میگفتند ملا مکر، یعنی کلمه مکرمه را انمی خیل کوتاه کرده، در اول آن کلمه ملا را همراه کردن، ملا مکر میگفتند. زحمت‌های پیاپیش بار آوردند. در جاده علم از مشکلات نترسیده با موفقیت‌های نظررس نیز نائل گردید. اولین تاجیک زنی است که در این ساحه رساله دکتری حمایت نموده است. امروز دستاوردهای همکارانش را دیده خوشنود می‌شود. انکن تصور کنید سال 81 بود، 81 بود من حمایت کردم. بعد از من چند نفر حمایت کردند، خورشید آتاخان و شهاب و بابا کلون و مثل اینها که دفاع کردند و چی. من حاضر اکنون از
ҳамтун нигоҳ кунед аз ҳисоби занҳо ҳам мардҳо ҳам занҳо докторҳои зиёди соҳаи филологияи тоҷик аст. бинед яъне мо дар як ҷо наистодем. азбаски ҳама инкишоф меёбад, такомул меёбад, тараққӣ мекунад ва мардум ба ҳамон ба проблемаҳои гуногуни ҳам забоншиносӣ ҳам адабиётшиносӣ шавқу рағбат пайдо мешавад ва имконият ҳам мешавад ки дифоъ кунанду асарҳои зиёде чӣ кунанд, таълиф кунанд. من پیش از همه خدمت بزرگی معلمه رو در جاده علمی معاصر تاجیک در جاده نوشتن کتاب‌های درسی در آن می‌بینم که معلمه عزیز ما توانستند که کتابی را با نام خط و املای متن کلاسیکی تاجیک نویسند که این قریب زیاده از 40 سال است که در با دانشجویان خدمت می‌نماید، بارها نشر شده است. واقعا کتاب خط و املای متن کلاسیکی انیسی هر خاندان در آموزش الفبای نیاگان گشته است. مکرمه قاسمی‌وا تاکید می‌کند که هرچند همه کتاب و مقاله و دستورهای تعلیمی برایش عزیزند ولی این کتاب مقام دیگری دارد. و یک وقتی شد که به من همین متن کلاسیکی رو چی کردند دادند. بعد البته وقتی که به درس می‌دروید شما تیار می‌شوید، تیاری می‌بینید، مثال‌ها می‌کوید، پارچه‌ها انتخاب می‌کنید و همین اون چیزی که من به درس می‌درآمدم و همین موادی که تیار شده بود من به شکلی متن کلاسیکی یک کتابی برآوردم. این حاضر سال 76 بود به نظرم اگر خطا نکنم. 76 بود، حاضر دیدن هم ممکن 76 بود. بعد از این بعد همچون خط و املای متن کلاسیکی یک کتاب درسی چاپ شد و این حاضر پارسال دانشگاهی ما چاپ کرد سال 2010. من این اکنون سیوم همچون کتاب نشر چهارمش همچون کتاب درسی. میدونید این کتاب در هر یک نشرش با تجدیدی نظر می شود، علاوه می شود، بسیار چیزا بعضی مواد رو میگیرم به جایش موادی نو وارد میکنم و من همین کتابی که پیرارسال چاپ کرد دانشگاه ملی این آخرین چهارم نشرش و این کتاب رو من اکنون نمیدونم اثرها همچون فرزند میشوند لیکن این عزیزترین فرزند من همچون کتاب به نظری من همین خیلی میرسد چون که دویم در تجدید می شود، این تجدیدی نظر می شود، علاوه ها می شود و خیلی دوستش می دارم. تحقیقات های خودشان هم در باب زبانشناسی فعلا با تدقیق ساختی نحوی آثاری هم منظوم و هم منصوری کلاسیکانمان هست و دیگر خدمت معلمه در این است که سالهای دراز در فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی و شاگردان از اساسهای دستور زبان تاجیکی و خط و متن املای کلاسیکی درس گفتند و درساشان هم بسیار درس‌های دقت جلب کننده بودند، درس‌های بسیار معرفت ده هستند. پهلوی دیگری فعالیت مکرمه قاسمی‌وا این پیشه آموزگاری است. همه همپیشگان و شاگردان اعتراف میکنند که در استادی نمونه عبرت همگان است. مناسبت، رفتار از دانشی که باید به دانشجو دهیم ما را راهنمون میسازند و همیشه تاکید بر آن میکنند که معلم باید به دانشجو آداب خود را آموزاند، رفتار خود را آموزاند و دانش خود را دهد.
یعنی در دادن دانش باید که معلم هیچگاه بخیلی نکند و همین است که توانسته است که انقریب 40 نفر شاگردان رو در جاده علم راهنمایی کند. میدونید آموزگاری یک به نظر من بسیار اختصاصی چی است؟ اختصاصی است که اون برای هر کس میسر نمی شود. به نظر من آموزگاری حقیقی بودن، آموزگاری یک دولتی کلان است. مثلا وقتی که شما دانشتان رو به یک کس میدهید، میآموزانید، دستش رو رست میکنید، وی رو تربیه میکنید، این یک بختی بزرگ است. و میدونید وقتی که حتی به خارجه وقتی که میروید همون شاگرداتون رو وا میخورید. شاگردو همین با خرسندی اومده شما رو پیشواز میگیرند، تصادفاً میبینید همین. شما یک جهان چی میگیرید، یک خودتان رو خوشبخت حس میکنید. میگویید که حتی در خارج کشور، مثلا به همین وقتی که به فرانسه سال 66 رفتم، در اونجا همین حالا من جوان بودم، لیکن شاگردی که من درس دادم همون دوید آمد به نزدم. وقتی که به ایتالیا رفتم، شاگردی که من درس داده بودم، این معلمه گفته دوید آمد. این یک بختی بزرگ نیست مگر؟ بعد از ختم دانشگاه با توصیه به کافدره به کار آمدم. در آمده امضای معلمه رو گرفتم در کار بود. در پس تر یک 10 دقیقه انتظار شدم، استفاده کردم، نداریم چی میگویند. خلاصه بعد در آمدم، گفتم که معلمه همین خیلی حالت است، امضای شما لازم. بعد گفتن شما از متن کلاسی که درس دادم میتوانید؟ گفتم کوشش میکنم. گفتن یگان چیز نویسید. خلاص یک دو بیت، یک دو جمله نوشتم، دیدند بسیار جدی. گفتن خب امضا کردند و بعد گفتن روید از پی کار شوید. بسیار جدی بودند. بعد از برآمدن من گفتم من چه کار میکرده باشم در زیر راهبری این کس، اینقدر جدی، اینقدر. اما کار رو سر کردم، تماما انسان دیگر رو دیدم، تماما آدم حلیم، مهربان، در مسئله کار در حقیقت سختگیر. اونهایی که مثلا با راهبری من حمایت کردند، رساله نامزدی خود، رساله دکتری خودشون رو همچون فرزند برای من و من رو مادری معنوی میگویند و من از این قبط گوشت میگیرم. وقتی که زنگ میزنند آمده خبر میگیرند، این برای من یک بخت و سعادت است. سال اولی که صاحب خانه شدیم در دوشنبه و در عرفه سال نو بود، چون وقتی گفتیم که وضعیت اجتماعی هم چندان خوب نبود، یه روز از من سوال کردن معلمه که شما تلویزیون دارید یا ندارید؟ من گفتم که نه معلمه، تلویزیون هم نداریم و اویله هم چی میکردن که این عرفه سال نو است، تلویزیون نیست در خانه، چه خیر میکنیم، چه کار میکنیم؟ گفته در یک وای بودیم و من گفتم که نه معلمه عزیز، من ندارم، تلویزیون ندارم. خیلی امکانیت چی میگیرم که گفتن که نه. گفتن برای من فرزندانم یک تلویزیونی نو گرفتن، هم تلویزیونی من رو شما اومده برید و من باور میکنید چقدر وقتی که این تلویزیون رو بردم خونه یک نیروی برای من داد که تا این روز رو ما فراموش نمیکنم. این مهربانی، مناسبت مادرانه و هرچند که اون تلویزیون کهنه شده است، امروز هم در خانه ما نگاه داشته می شود، چون از تلویزیون های اون زمان شوروی بود. امروز هم نگاه داشته می شود و احترام داریم به معلمه، به مهربانیشان، به مناسبت و رفتارشان.
و ما آرزو میکنیم که چون معلمه زندگی داشته باشیم، خانواده داشته باشیم، آبرو و احترام در جامعه داشته باشیم. قهرمانی ما چنان با اطرافیان معامله و مناسبت خوش دارد که اکثر به این جهت خصلتش حسد میبرند. به همه خرد و کلان از روی احترام شما گویان مراجعت میکند. این تربیه خانوادگی است. میدونید در اویله ما همین بود که یکدیگر رو تو نمیگفتند. مثلا بابای بیهویم به یکدیگر شما گفته مراجعت میکردند. پدر و مادرم هم همین خیل. همسری من هم به من یکم بار تو نگفتند، شما میگفتند. و خواهرچه و دادرچه های من هم مرا تو نگفته است، شما میگفتند. لیکن من آنها رو نمیدونم خود بودن، برای همین تو میگفتم. این تربیه‌ای که میگفتند که در خانه یگان وقت کسی رو تو نمیگویی، برای اون بی حرمتی است نسبت به همون آدم. در مناسبت ما با شاگردان نظارت همه وقت بود. حتی اگر یک دانشجو رو تو گویم جنگ میکردن. دادری شما است؟ نمی‌دانم. جیانتون است؟ نه من نمیشناسم. برای چی تو میگی؟ معلم باید خورد از من. حق ندارید. شما باید شما گویید. اولا حیران میشدیم. بعد اهمیت دادن در حقیقت یگان نفر رو تو نمیگفتم. و دانشجو است کسی که باشد شما. میدونید تنهایی این خیلی بد است به نظرم. در خانه ما من از کودکیم من با آدم بسیاری کلان شدم. خویش و تباری بسیاری داشتیم و اکثریتشان به خانه ما می آمدند، چند وقت می ایستادند. و تنهایی به این هزار بار شکر که من تنها نیستم. فرزندم هستند، نبیره ها دارم، 2 نبیرچه دارم که اینها بیبی جان میگویند. وقتی که بیبی جان میگویند من آب میشوم تماما. برای همین تنهایی به من نمیفورد. در روزانه من تنها میمونم به این معنی که همشون با کار خود مشغول میشوند. تنها که موندم من سری کامپیوتر میشینم، کار میکنم. تنهایی به هیچ کس به نظرم خوش نمیآید. میدونید من خیلی حساس هستم. خیلی یگان چی شود اشکم میریزد بسیار. اکنون نمیدونم این طبیعت هر کس بودگیست که مثلا یگان چیز رو بینم که همون چی در کوچه هم اگر یگان چی بی اختیار اشک پیدا می شود. نمیدونم برای چی. همین آدم زنده است، آدم زنده است. اشکش هم می شود، خندهش هم می شود، تبسمش هم می شود. اولش این که افتخار می کردم که من اینقدر پدر و مادری مهربان داشتم. افتخار میکنم از اون که فرزندای بسیار قابل دارم. 2 دختر دارم و دخترای خیلی مهربان، غمخوار. هر دویشون هم ختم کرده دانشگاهی لنینگراد هستند. افتخار میکردم از اون که همسری خیلی مهربان داشتم. من از همه همسرم بودند که به من امکانیت دادند که من با علم مشغول شوم. و میدونید بعد افتخار میکنم از اون وطنم، از کشورم، از شهرم که در همین بینید دوشنبه هم تو نگاه کنید اگر این یک جنتی روی زمین است. افتخار میکنم از خلقم که خیلی مهنت دوست و علم دوست و انسان پرور است. افتخار میکنم از شاگردانم که شاگردانم
آدمانی هم بسواد هستند هم در حقیقت عالم هستند. در زمان شوروی یک عنعنه نجیبی بود. در دوام 5 سال یک مرتبه در یکی از اونیورسیتیت های اتحاد شوروی که در آنجا کافدری زبان فارسی تاجیکی بود یا در پژوهشگاه های علمی که شعبه شهرشناسی داشت و در آنجا زبان تاجیکی، زبان فارسی، زبان دری آموخته می شد، در یکی از مکتب های عالی اونیورسیتیت جمع می آمدند. سال 1977 همین نوبت به دانشگاه دولتی آذربایجان رسید. ما 12 نفر از تاجیکستان یک دسته خیلی مکمل در این همایش علمی حضور داشتیم. روز یکم حال یکدیگر را چندان نمی شناسیم، اما بعض شناسای پیشکی داشتیم. یکی از همین شناسان من به نزد من آمد، گفت بحرالدین معلم، اونها علمی خیلی مراجعت میکردن، بحرالدین معلم در بین شما جمله پیروی حال شرط کیست؟ خندم آمد، چون که جمله پیروی حال شرط خودتان میدانید که تحقیقات علمی، لیکن خیلی عجیب که همه عالمان را از روی کارشان غایبانه میشناختند. گرچه سیمای آنها را ندیده اند، لیکن از روی کارشان میدانند که همین عالم یا یک کاری نجیبی را انجام داده است. من مکرمه نبی را به نزد خود خواندم و گفتم که انا مکرمه معلمه جمله پیروی حال شرط هستند. من چیز پرسش داشته باشید از ایشان بپرسید. انا همین گونه صحبت های خیلی نجیب به میان می آمد. همچون یک تن صاحب زبان، عالمی پرمحصول ساحه، آینده زبان تاجیکی و علم زبانشناسی را درخشان دیدن می خواهد. به زبان دولتی دلش می سوزد و می خواهد که همه به این مقدسات مناسبت جدی داشته باشند. می خواهم که همه زباندان شوند. زباندان به این معنی که به زبان خود خوب سخن رانده می توانستگی شوند. یعنی این از زبان رو دوست داشتنی همه ما برمی آید اگر چی کنیم. و می خواهم که متخصصان زبانشناس متخصصان در حقیقت متخصصان زبانشناس بیشتر شوند و اوید به همون تقدیر زبان ما بی‌طرف نباشیم. برای این همه از خود تا بزرگ باید خدمت کند و میخواهم که زبان ما زبانی ادبی، زبانی ملی، زبانی عمومی خلقی شود. این آرزوی من است که همین زبانی باشد که در حقیقت همان ما وارثان زبانی رودکی، زبانی فردوسی، زبانی سعدی، زبانی حافظ، زبانی کمال کوجندی، زبانی عبدالرحمن جامی، هلالی، مشفقی، عینی و اینها باشیم که زبانمون رو باید دوست داریم و حفظ کنیم. میخواهم که همیشه عبود باشیم همه ما، وطن ما. میخواهم که همیشه خلق ما سربلند باشد. میخواهم که همه آسمان ما همیشه صاف باشد. میخواهم که به همدیگر بسیار مشفق باشیم، به همدیگر دوستانه رفتار کنیم. میخواهم که اون در پیشروی همدیگر بسیار شادی کنیم، در پیشروی همدیگر شادی کنیم، دست یاری رسانیم به یکدیگر. میخواهم که بخیل نباشیم، میخواهم که بدگفتار نباشیم، میخواهم که بدرفتار نباشیم.
من همه خوشی‌های روزگار رو میخواهم، برای همه میخواهم و این میدونید در دست خودی ما است. ما چخیل رفتار کنیم و با یک کس مثلا اگر خوبی کنید همون خوبی خودش میآید. مثلا اون بومیرنگی که اومده میزند این خیل نمیشود. همین خیل است. اگر مناسبتی بد کنید البته برای همین حرکت کردن در کار به نظرم که بدی رو من نزدیک نآوریم به نزد ما. میخواهم که همیشه اون تاجیکستانی عزیزی ما سربلند باشد. میخواهم که مردمش آزاد باشد، مردمش آسوده زندگی کند، پیشروی زودتر شود. همه خوشی ها رو میخواهم. قناعتمندم البته. از زندگی هم قناعتمندم. از پیشه انتخاب کردگیم. چون که زبان من خیلی دوست میدارم. و نمیدونم زبان شناسی خوب هستم نیستم نمیدونم، لیکن دوست میدارم. زبان برای من یک میدونید همون زندگی من.